ما دکتر نوید خپلواک هستم و موضوع بحث ما معالجه دلجوشی است. خب ریفلکس تیزاب از معده به میری سبب دلجوشی می گردد. این معده ماست، stomach، و این هم میری. زمانی که محتویات معده که شامل تیزاب و مواد غذایی است از معده به میری برگشت کنه، در میری هم کدام حمایه برای خنثی ساختن تیزاب موجود نیست، سبب جوشیدن و سوزش در قفس سینه میگرده. چگونه همی وضعیت معالجه بکنیم؟ خب برای معالجه دلجوشی میتونیم از تغییر و تبدیل در زندگی شبانه روز به حیث معالجه استفاده بکنیم. اکثریت اوقات دلجوشی بنابر پرخوری به وجود میه، over eating. اگر میبینیم که پرخوری ما سبب دلجوشی میگرده، پرخوری سبب میگرده که تیزاب مخرش از معده به میری برگشت کنه و سبب تخریش حجرات و انساج میری بگردد، بهتر است این وضعیت بدون معالجه به دکتر و دوا خود ما کنترل کنیم، کم کم بخوریم، بار بار بخوریم. در پهلویش اکثریت اوقات دلجوشی ها به خاطر خوردن و خوابیدن به وجود میخوریم و بعد از او عاجل میخوابیم. sleep sleeping after eating، خوابیدن بعد از خوردن، سبب میگرده که مواد غذایی به شمول تیزاب از معده برگشت کنه به میری و در میری هم سبب تخریب و جوش و سوزش بگرده. حداقل 3 ساعت بعد از خوردن نان شب باید منتظر باشیم تا که معده مکمل در حدود کم و بیش 3 ساعت غذای خود هضم کنه، به روده روان کنه. بعد از او اگر بخوابیم خیلی هم عادت صحی است. اگر عاجل بعد از خوردن نان میخوابیم، یکی خود هاضمه به وجود میه و دوم تیزاب معده سبب تخریش میری میگرده. این وضعیت هم میتونیم بدون مراجعه به دوا و دکتر خود ما کنترل و منش کنیم. اگر چاق هستیم، اوبسیتی، وزن ما زیاد است، یکی از دلایل دلجوشی و علت دوام دلجوشی چاقی و اوبسیتی است. بهترین تدبیر برای از بین بردن وزن بدن اکسرسایز یا ورزش است. خب در زندگی شبانه روز خود حتما باید وقت برای ورزش داشته باشیم. بهترین ورزش و آسانترین و با کیفیت ترین ورزش هم دویدن است. اکثریت دلجوشی ها توسط ورزش بر وزن زیاد معالجه میشه و از بین میره. اگر میفهمیم که دلجوشی ما بنابر استفاده از سیگرت، سموکینگ، یا استفاده از قیلون و امثال از دخانیات، با توقف ای وضعیت، با ترک ای اعتیاد میتونیم که دلجوشی خود معالجه بکنیم. ترک اعتیاد شرط حتمی است بر معالجه و با معالجه میری و در مجموع صحت تمام وجود. بعض افراد هستند که با استفاده از میوجات خانواده سترس میتونه با دلجوشی مواجه شود، مثل لیمو و نارنج. اینا در ترکیب خود ویتامین سی داره و ستریک اسید، تیزاب داره. این دو تیزاب با هم یک جا شده سبب دلجوشی میگرده. میتونیم با نخوردن این مواد سبب معالجه دلجوشی خود بگردیم. اگر در تغییر و تبدیل زندگی شبانه روز ما نتوانست وضعیت معالجه بکنه، در اون صورت میتونیم از ادویجات استفاده بکنیم، medicines یا دواهایی که برای دلجوشی نتیجه خیلی خوب داده و حیثیت معالجه را داره. شما حتما انتی اسید کافی استفاده هم کردین، نامشان بلد هستین. بیشتر به شکل سیروپ یا لیکویدز یا مایع موجود است. انتی اسید ها در ترکیب خود مگنیزیم هیدروکساید داره و بعضی ها در ترکیب خود آلومینیوم هیدروکساید داره.
آلومینیوم هیدروکساید و مگنیزیم هیدروکساید. بهترین آنتی اسید باز در ترکیب خود هر دوی از یاره داره. خب کسانی که مبتلا به تکلیف گرده هستن، یعنی تکلیف مزمن گرده داره، اونا باید برای دراز مدت از آنتی اسید ها استفاده نکنن. خب ببخشید، استفاده دراز مدت این مگنیزیم و آلومینیوم میتونه سبب وخیم ساختن وضع گرده بگرده. به این خاطر بهتر است که از استفاده دراز مدتش جلوگیری کنیم. همچنان آنتی اسید ها با تتراسیکلین باید یک جای استفاده نشه که تمام اثرات تتراسیکلین از بین میبره. در پهلوی آنتی اسید ها میتونیم از ادویجات دیگی هم استفاده بکنیم که برای دراز مدت حداقل برای چندین ساعت وضعیت مهار میکنه. اکثریت آنتی اسید ها برای مدت 2 ساعت و یا کمتر از 2 ساعت تیزاب و خنثی میکنه، چون مگنیزیم هیدروکساید و آلومینیوم هیدروکساید با تیزاب یک جا شده سبب ساخت و ساز نمک و آب میگرده، تیزاب و خنثی میکنه. در پهلوی آنتی اسید ادویجات دیگی موجود است که تیزاب توسطش میتونیم کنترل و خنثی بکنیم. تولید تیزاب چگونه مهار بکنیم؟ ببینیم میده را اگر یک قسمت میده را زوم کنیم تحت میکروسکوپ ببینیم حجرات میده سیمپل کالمنر سلز به این نوع ساختمان داره. یکی از این حجرات به نام پرایتل یاد میشه. پرایتل سلز یا حجرات پرایتل وظیفهش ساخت و ساز تیزاب یا HCl است. همین تیزابه که اگر به میری بر بگرده دلجوشی رو به وجود میاره. خب چی وقت تیزاب میسازه؟ نیورون یا حجره عصبی میایه بالاخره بعد از ترشح نیوروترانسمیتر که نامش هستامین است. توسط ترشح هستامین یا نیوروترانسمیترز انگیزه را به حجرات پرایتل میرسانه تا حجرات پرایتل تیزاب تولید کنه. خب اگر امیر را ببندیم از H2 بلاکرز باید استفاده بکنیم. هستامین بلاکر یا H2 بلاکرز ادویجاتی که در صنف H2 بلاکرز موجود است بیشتر رنیتیدین، فیموتیدین و سیموتیدین است. تقریبا چندین سال پیش سازمان FDA در امریکا رنیتیدین ممنوع قرار داد چون در ترکیب خود نایترو سودایل میتایلامین داره که کارسینوژن است و سبب سرطان میگرده. اما ادویجات دیگی صنف که عبارت از فیموتیدین و سیموتیدین است برای معالجه دلجوشی نتیجه خیلی خوب میده. تیزاب میتونیم برای مدت 6 الا 7 ساعت توسط انتی هستامینز یا H2 بلاکرز کنترل بکنیم. خب اگر احیانا تخریب توسط تولید تیزاب به میری وارد شده باشه میتونیم در پهلوی انتی اسید و H2 بلاکرها از PPI استفاده بکنیم. PPI چی معنا داره؟ P پروتون، P دیگه شام پمپ inhibitors. پمپ ها یا دریچه های کوچکی در حجرات پرایتل وجود داره که از این دریچه هیدروژن میایه به داخل میده و در داخل میده با کلورین یک جا میشه HCl میسازه. ادویجاتی که امی دریچه را میبنده و از ورود هیدروژن به داخل حجره به داخل میده ممانعت میکنه تا در حقیقت از ساخت و ساز تیزاب جلوگیری بکنه. ادویجات خیلی مشهور هستن، همتون میفهمین. اومپرازول، ایزومپرازول، دکسلانساپرازول، پنتاپرازول هم از اینا از جمله دواهایی است که تحت عنوان PPI یا پروتون پامپ اینهیبیترز
استفاده میشه. در حقیقت امو چینلی که توسطش هیدروژن از حجره به معده میاد تا تولید تیزاب بکنه او را میبنده و از ترشح تیزاب جلوگیری میکنه. در پهلوی اینها میتونیم برای معالجه دلجوشی و از نجات یافتن از شر تیزاب معده از ادویجات استفاده بکنیم که میری و معده را از داخل میپوشانه. فرضاً این میری است و این هم معده ماست. ادویجات هم موجود است که اگر استفاده بکنیم به این شکل دیوار معده و روده را میپوشانه و تیزاب نمیتونه در او صورت کدام صدمه به حجرات و دیوار میری برسانه. این ادویجات به نام سوکرالفیت یاد میشه. سوکرالفیت که توسط به نام السنک هم موجود است در بازارها. السنک در ترکیب خود مواد داره که میایه اینجا را فوم میکنه، میبنده با اینجا و از تخریش تیزاب و از وارد کردن صدمات تیزاب به حجرات بدن جلوگیری میکنه. اگر احیانا برگشت تیزاب بار بار به میری سبب عفونت و التهاب میری یا اسوفیگایتس بگرده، علائمی که مثلا بندش غذا در گلو و تکلیف در خورد کردن و دفع بلعیدن غذا به وجود بیاید، در او صورت از ادویجات پروکنتکس میتونیم استفاده بکنیم. پروکنتکس یعنی ادویجاتی که سبب حرکات مخصوص در جهاز هاضمه میگرده، حرکات پرستالسیس یا مارپیچ در جهاز هاضمه توسعه میته و کمک میکنه. بیشترش هم دواهایی است که دامپردان، میتوکلوپرامید از جمله ادویجات است که بیشتر برای این وضعیت استفاده میشه. باید به خاطر داشته باشیم که پروکنتکس با ادویجات سپازمولودکس که بیشتر برای درد و توپیچ شکم استفاده میشه مثل روتاویرین و امثال از اینا استفاده نکنیم که اینها نتایج اینا اثرات یکی دیگه خود دفع میکنه. میتونیم دلجوشی یا جگرسوزی یا برگشت تیزاب از معده به میری را توسط تغییر و تبدیل در نوع زندگی به وجود بیاریم. لایف استایل مودیفیکیشن که قبلا به او ذکر کردیم. چی وقت رنیتیدین میتونیم فیموتیدین میتونیم استفاده بکنیم؟ 30 دقیقه قبل از غذا باید خورده شود. اگر با غذا یک جا خورده شود تقریبا حدود 60% افیکسی یا نتیجه مثبت از این دوا را ما از دست میدیم. همچنان اومپرازول و لانساپرازول یا پی پی آی اینا تقریبا حدود 30 دقیقه الا 1 ساعت قبل از غذا خورده شود که نتیجه مثمرش ببینیم. اکثریت مریضا تقریبا با غذا یک جا میخوره، یعنی اول فقط دسترخوان که اوار شد یا به یادش میاد دوای اومپرازول خودم میخوره، در وقت در حدود 50% و یا حتی بیشتر از 50% اثرات اومپرازول کم میشه. پس بهتر است که دوای خود به وقت بخوریم تا حداقل از دلجوشی و از تخریبی که میتونه تیزاب در میری به وجود بیاد جلوگیری بکنیم. ممنون.